در روزهای اخیر اخبار متعددی در رابطه با چگونگی پاسخ ایران به اسرائیل منتشر می شود. تحلیل ها عمدتاً حول دو مسئله می چرخند. اول تاکتیک های جنگی و گروه های درگیر و دوم سلاح‌های مورد استفاده در حمله احتمالی. در مورد چگونگی عملیات وعده صادق 3 بحث‌ها و تحلیل‌های متنوعی انجام گرفته است. برخی تحلیلگران معتقدند در این عملیات فقط ایران دخالت داشته و برخی دیگر معتقدند که گروه‌های مختلف جبهه مقاومت نیز شروع به حمله به اراضی اشغالی خواهند کرد. عبدالرضا فرجی راد، تحلیلگر سیاسی، یکی از تحلیلگران دسته اخیر است که در رابطه با نحوه حمله ایران به اسرائیل میگوید: مدتی است که میبینیم حوثی‌ها نیز نسبتاً ساکت هستند. شاید حوثی‌ها در حال آماده سازی خود برای یک حمله بزرگ هستند. پس ما نمیتوانیم صرفاً روی آن تمرکز کنیم و بگوییم احتمالاً حمله‌ای از جانب ایران رخ خواهد داد. احتمالاً و گزینه‌های متعددی وجود دارد. برای مثال حمله ترکیبی یا حمله خارج از خاک ایران با استفاده از گروه‌های مقاومت. اما تسلیحات مورد استفاده در عملیات احتمالی ایران علیه اسرائیل چه خواهند بود؟ طبق اعلام سران نظامی و سیاسی کشور، گستره عملیات جدید بی‌سابقه خواهد بود. در همین رابطه اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 12 گفته است: حمله ایران به اسرائیل خیلی سنگین‌تر از وعده صادق 2 خواهد بود. به جز سران نظامی، تحلیلگران امنیتی دفاعی نیز از احتمال حمله همه‌جانبه و بزرگ به اراضی اشغالی سخن گفتند. به عنوان نمونه فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیت ایران و پژوهشگر ارشد در انستیتو واشنگتن، در حساب کاربری خود در ایکس نوشته است: ایران احتمالاً از 400 موشک یا بیشتر استفاده خواهد کرد با هدف از کار انداختن پایگاه‌های هوایی اصلی اسرائیل و سایت‌های دفاع هوایی و همچنین آسیب رساندن به صنایع دفاعی در منطقه حیفا. ندیمی در توییت خود مدعی میشه که استقرار موشک پیشرفته خرمشهر 4 در کنار فتاح، خیبرشکن و عماد بسیار محتمل است. موشک خرمشهر 4 از آن تسلیحاتی است که این روزها زیاد نام آن را میشنویم. به جز برخی تحلیلگران، رسانه‌های عربی و عبری و انگلیسی زبان هم بر استفاده احتمالی تهران از این موشک تاکید کردند. در همین رابطه برخی رسانه‌های عبری نوشتند انتظار می‌رود ایران در پاسخ به حمله اسرائیل از موشک خرمشهر 4 استفاده کند. همچنین صبح امروز سردار حاجی‌زاده، فرمانده